در مطالب ابراز شده از سوی آقای مایلکوهن در جلسه کمیته انضباطی به پدیده‌های شومی اشاره شده که در صورت صحت هشدار و زنگ خطری برای فوتبال کشوره. ایشون در موضوع دوپینگ این قضیه رو منتسب کردن به آقای فیروز کریمی و ابراز کردن که گواهان متعددی دارند که این گواهان شهادت بدن به اینکه این مواد تسهیلگر از سوی آقای فیروز کریمی و چند نفر دیگه در اختیارشون قرار می گرفته. در خصوص بحث تبانی به طور آشکار ایشون به چند مصداق اشاره می کنند. تیم استقلال تهران با پگا در جام حذفی، استقلال اهواز با استقلال تهران در اون بازی 6 سال قبل که مدیر وقت آقای پورحیدری بودن، آقای تقی‌پور رو فرا خوندن به همکاری با خودشون و سال بعد آقای تقی‌پور به این آقای تقی‌پور عضو تیم پگا بودن در اون زمان و فصل بعد ایشون جذب در حقیقت استقلال شدن. در خصوص دلالی هم کلیت دلالی اینه که یک بازیکن اون رقمی که در قراردادشه، مثلا اگر 400 میلیونه، این 400 میلیون خودش دریافت نمیکنه. در برخی از باشگاه دیده میشه که رقمی رو سرمربی، رقمی رو ایجنت، رقمی رو برخی از مسئولان باشگاه دریافت میکنن و یک رقم اندک 30% فقط مثلا به بعضی از بازیکنان میرسه. حالا گیریم اومد هیچ کدوم از اینا اثبات نشد، اون وقت تکلیف آقای مایلکوهن چی میشه؟ اگر هیچ کدوم از اینا اثبات نشه، مصداق نشر اکاذیب خواهد بود و اظهار مطالب خلاف واقع و غیر قابل اثبات. تنبیهات مندرج در ماده 33 آیین نامه انضباطی در انتظار شما.